نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إلهی غیر عصیان نیست جنسی در دکان ما، به نقد عفو بستان این متاع پرزیان ما. به حق آیه لا تقنطوا از ما مگردان رو، ببخش افعال زشت آشکارا و نهان ما. تو توفیق معاصی را بگیر از ما خداوندا، که با ذکر تو تر باشد به هر ساعت زبان ما. بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله. یک صلوات بفرستید. کنایت فرمود تا پس از طی تقریبا مسافت طولانی در این هوای سرد به جمع گرم و آغوش صمیمی و پرمهر و محبت شما مردم مؤمن متدین دلسوز و نمازگزار این منطقه و خدمت خواهران محترم شرف و حضور پیدا بکنم. امید است که خدای سبحان این آمدن رو و این نشست ما رو به بارگاه خودش قبول بفرماید. بعضی اوقات تعدادی از راننده ها در جریانند، بعضی از پروژه هایی که در تأسیسات جاده سازی هست مقدار طول میکشه، از اون قسمت که رد میشیم یک تابلوی زرد خیلی بزرگ جلوی چشم نمایان میشه و مینویسه از تأخیر پیش آمده متاسفیم. حالا تأسف اونا به درد ما نمیخوره، ولی به هر حال ما هم به شما میگیم که از تأخیر پیش آمده متاسفیم. واقعا مسافت خیلی طولانی بود. روستای جلالی قسمت نزدیکای تقریبا چنارون و جاده هم متاسفانه ترافیک و این دومین مراسم تازه هنوز یه مراسم دیگه هم داخل مشهد است. دعا بکنید که به اون مراسم هم برسیم انشالله. شبها بلند است و جوانان هم ماشاءالله اشتیاق بسیار خاصی میه. به هر حال خودتون خواستید و اصرار دوستان بوده. من واقعا تبریک و تهنیت عرض میکنم از صمیم قلب این مجلس بسیار پرفیض روحانی معنوی قرآنی ایمانی رو خدمت جناب برادر بزرگوارم حاجی غلام حیدر که واقعا ایشون، من در راه هم با دوستان که صحبت میکردم گفتم در عصر حاضر این جهاد حساب میشه. قطعا میتونست و بسیاری از شما شاید فکر میکردن که مثل روال جلسات دیگر و محفلهای دیگر اینجا با پایکوبی و رقص و ساز و سرنا برگزار میشد و مطمئنا هم زمینه مساعد و فراهم بود، چون که ایشون هم پولشو داشت هم تواناییشو داشت. همه این من شما میدونستم که ایشون میتونست اینجا الان برای ارکستر تا 500,000 تومان حتی راحت مثل آب خوردن بده، ولیکن آمدن علی رغم توانایی که داشتن که این مجلس را بر پایه و شالوده گناه و معصیت برگزار بکنن 100% تغییر دادن و مجلس تبدیل به مجلس اسلامی، تبدیل به عقد اسلامی، ازدواج اسلامی در مسجد خدا بهترین اماکن
با حضور نمازگزاران، جوانان پاک و علمای اعلام برگزار شده. واقعا الله ذوالجلال بر این پیوند مبارک برکت قرآنی نازل بفرماید. الله ذوالجلال این دو زوج را که به هم پیوند عقد اونها بسته می شود، پروردگار عالم محبت و الفت دین را جزو زندگی لاینفک اینها قرار بده انشالله. انشالله که خسته نشید دوستان. میگه یک زمان یک مولوی رفت پشت منبر شروع کرد به سخنرانی و مثل ما خیلی پرحرف بود، چشماش معمولا میبست. من الان یک 5 دقیقه دیگه چشمامو میبندم دیگه، هر شد شما میدونید. بعد مقتدی هم یکی یکی از اون گوشه در میرفت، یکی برو 2 تا برو 5 تا 10 تا، بالاخره آخرام میزبان موند و همون حاجی که عروسی داشته و جناب مولوی و خادم مؤذن مسجد، اینا که سر حسابشون سلامت. حالا این بی انصاف چشماش هم باز نمیکرد ببینه کسی تو مجلس هست یا نیست، همینطور میرفتن رفتن. آخر خادم هم دیگه خیلی خسته شد، الله حاجی گل محمد که ان شاء الله خسته نمیشه، و بعد آمد همینجا زد به کتف مولوی، گفت چیه؟ گفت چشماتو باز کن. گفت چی میخوای بگی؟ گفت این کلید، من رفتم هر زمان خسته شدی در رو ببند که من رفتم. حالا هر موقع که جریان اینطوری شد به هر حال به ما بگید که ما خسته شدیم تا ما انشالله صحبت رو خلاصه بکنیم. سروران عزیز، مجلس بسیار خوبی است، مجلس بسیار گرم هست و انفاس گرم شما، من هنجرم مقدار گرفته چون که اونجا انرژی من تمام شد، 1 ساعت بودم صحبت کردم، ولی به هر حال الله ذوالجلال نعمت‌های فراوانی رو به ما عنایت کرده. یعنی ما یک چشم به هم زدن نمیتونیم از نعمت‌های پروردگار عالم خودمان را محروم بدانیم. یعنی اگر رب العالمین به اندازه طرفت العین یک چشم به هم زدن نعمتهای خودش رو از ما بگیره دیگه نیستیم. به قول سعدی علیه الرحمه، هر نفسی که فرود می رود ممد حیات است و چون برآید مفرح ذات. پس در هر نفسی 2 نعمت موجود است و هر نعمتی را شکری واجب. از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش بدر آید. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. یک لحظه که نفس میکشیم اکسیژن رو میفرستیم داخل، این یه نعمته، ولی بعد دی اکسید کربن داریم میدیم بالا، این نعمت دومه. اگر ما اکسیژن رو بدیم پایین، میکروب و دی اکسید رو بیرون ندیم، همه خفه میشیم. اگر پروردگار عالم در عرض چند ثانیه اکسیژن رو از ما بگیره نیستیم. این نعمتهای رب العالمین قابل شمارش نیست. قرآن میفرماید و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اگر شما بخواید نعمتهای رب العالمین را بشمارید قابل شمارش نیستند، چون به قدر زیادن که اگر در آیه دیگر میفرماید که اگر همه درختان، همه دریاها، همه درختها قلم بشن، دریاها مرکب بشن، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، همه تمام میشن، ولیکن نعمتهای رب العالمین قابل اتمام نیستن. سروران از نعمتهای خدا بسیار زیاد هست. یکی در تواریخ میاد در بنی اسرائیل 600 سال خدا را عبادت کرد. 600 سال همیشه دعاش این بود که خدایا وقتی که منو میکشید تو سجده روحمو بگیر، جانمو از کالبدم و از قالبم بیرون بیار. پروردگار عالم این فرد پاک رو همونطوری که دعا کرد بعد از 600 سال در هنگام سجده روحش رو قبض کرد، برد در عالم برزخ، در عالم محشر، میدان محشر گویا برگزار شد. بعد خب این فرد جنتی است، قطعا 600 سال خدا را عبادت کرده، سر به سجده بوده و در حالت سجده روحش پرواز کرده. به دروازه بهشت که رسید، خدای عزوجل سوال کرد که ای بنده من، حالا تو میخوای بری بهشت، به نظر خودت به وسیله 600 سال عبادتت میری داخل بهشت یا با نعمتها و رحمتها و الطاف بیکران من؟ گفت پروردگارا من 600 سال عبادت کردم، اصلا گناه نکردم، اگه قرار باشه هنوزم به رحمت و لطف تو برم پس این عبادتام چی میشه؟ گفت خیلی خوب. گفت بیاره تا نزدیکای جهنم. اینو آورد، اون فوران زد شعله های آتش جهنم. حالا ما از جهنم حرف میزنیم نمیفهمیم، یه مقدار برید کنار بخاری، همیشه برید اونجا 10 دقیقه بخاری رو باز کنید تا آخر شیرش رو ببینید چوفارون دستاتون میگیره، در عقب میرید یا نه. اگه اون لحظه لودر بیارن، بولدوزر بیارن شما رو بوکسل بکنن به طرف بخاری نمیاد، خودتون میکشن عقب، چون که آتش هنوز داخل اون کانون بخاری است. برد تشنگی شدید بر او فشار آورد، تشنگی شدید بر او فشار با خودش و تشنگی خیلی سخته، گرسنگی تحمل میشه ولی تشنگی قابل تحمل نیست. حواس تو این طرف باشه. بعد در همین هنگام که تشنگی بر او فشار آورد، مثل این جناب مولوی که برام این لیوان آب آورد، بعد یه فرشته با یه لیوان آب فرستاد اونجا.
حواس طرف باشه. یه لیوان آب، یه استکان آب، فکر فرشته دستش بود برد اینجا پیش این فرد مؤمن، گفت تو رو خدا همین لیوان آبو بده به من. گفت نمیدم. گفت چی میخوای؟ هر چی میخوای بهت میدم، همین لیوان آب بده. گفت نه هیچی، معاوضه نیست. گفت بابا هر چی دوست داری. گفت هیچی، من عبادت رو میخوام. گفت 100 سال عبادتمو میدم، لیوان آبو بده. گفت نمیدم. گفت 200 سال عبادتمو بده که مردم آتش به اوج خودش رسیده، تشنگی منو داره دیوانه میکنه. گفت کمه. گفت 300 سال عبادت. گفت کمه. نهایتا 600 سال عبادتمو گم میدم، لیوان آبو بده. گفت الان درست شد، 600 سال عبادت داد، لیوان آبو خورد. خدای عزوجل گفت بیا بنده من، 600 سال عبادت رو در مقابل یک لیوان آب فروختی. چقدر لیوانهای آب و نعمتها در دنیا به تو دادم، حتی تو فکر هم نکردی که روز قیامت از اینها سوال خواهد شد. سروران عزیز، این نعمتها سوال داره. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. نعمتهای پروردگار زیاده. اگر ما شکران نعمت بکنیم، الله ذوالجلال اون نعمت را برای ما نعمت قرار میده. ولی اگر ما کفران نعمت بکنیم، نعمت از ما گرفته میشه. و بزرگترین نعمت، من میگم نعمت ایمانه. نعمت ایمان نعمتی است که با هیچ چیز قابل معاوضه نیست. جوان مسلمان، نعمت قرآنه، نعمت رسول خداست. اینها نعمتهایی است که با هیچ پول دنیا قابل مقایسه نیستند. بسیاری از انبیا دعا کردن پروردگارا ما وقتی ویژگی‌های امت رسول الله را خوندیم، دوست داریم که ما جز امت پیغمبر باشیم. خبر دارید در حدیث آمده نحن الاولون نحن الاخرون والاولون. بشارت باد شما امت پیغمبر، حدیث رو خوب گوش کنید. نحن الاخرون والاولون، ما آخری ها هستیم و اولی ها هستیم. یعنی چی؟ آخری اگر باشه اولی چطوره؟ یعنی ما این که آخرین امت هستیم، پیغمبر ما آخرین پیامبرانه، قرآن ما آخرین کتبه. از همه از حیث زمانی ما متأخریم، ما از همه دیرتر آمدیم. ولیکن روز قیامت در میدان محشر، زمانی که همه بهشتی‌ها صف کشیدن وارد جنت بشن، تا زمانی که امت رسول الله صلی الله علیه و سلم وارد جنت نشن، تا زمانی که امت پیغمبر وارد جنت نشن، هیچ یک از امتی‌های گذشته حق ورود به جنت ندارن. سبحان الله. این نعمت بسیار بزرگی است، نعمت رسول خدا. ولیکن من میخوام اینو بگم که هر نعمت دو وضعیت داره، دو وضعیت. یک شکران نعمت که برکت تولید میکنه، دو کفران نعمت که همون نعمت تبدیل به نقمت میشه، تبدیل به عذاب میشه. قرآن کریم یه نعمته، درسته؟ برای همه ما نعمته. ولیکن در حدیث میفرد القرآن حجت لک و علیک. قرآن یا حجتی است، دلیلی است به نفع تو یا بر علیه تو. یعنی قرآن اگر درست استفاده بشه، به مفاهیم قرآن توجه بشه، قرآن تو زندگی انسان بیاد، الله ذوالجلال قرآن را مایه رحمت، مایه برکت، مایه نجات انسان میده. حتی در روز قیامت هنگامی که فرشته‌ها میخواد سوال بکنه نکیر و منکر، قرآن بلند میشه میگه ای نکیر و منکر تو از چه سوال میکنی؟ از من قرآن سوال بکن، من شفیعشم. نماز بلند میشه، روزه بلند میشه، این جلسه بلند میشه که پروردگارا از این چی داری سوال میکنی؟ من اینجا ضمانت میکنم که این فرد صالحی بوده. ولی خدا نکند سروران عزیز که قرآن از دست ما شاکی باشه. همین نعمتی که سراسر رحمت هست تبدیل میشه به عذاب، تبدیل میشه به حجت علیک، دلیلی بر علیه تو. میخواد وارد جنت بشه، قرآن مانند بشر دوپا میاد یقه انسان رو میگیره. خدایا این کجا داره میره؟ با چه مجوزی وارد جنت میشه؟ چیه قرآن؟ ای کتاب من کتاب تو پروردگارا از دست این انسان شکایت دارم. در قیامت از شما قرآن شکایت می کند، حق مجازات شما را در قیامت می کند. من چه کردم با شما که اینقدر خارم کرده اید، در درون خانه پر گرد و غبارم کرده اید؟ هیچ کافر با امانت این خیانت می کند؟ این کاری که ما داریم می کنیم. استفاده ما امروز از قرآن فقط موقع قبرستون، سر قبرستونا شده که هر کس مرد دیگه قرآن خوندن ها شروع میشه. سر عروسی کسی قرآن نمیخونه؟ شاید بعضی حاجی غلام ایدر رو بدن ببینن آقا این چی بود؟ سر عروسی اومدی قرآن میخونی؟ قرآن مال عزاداراست، قرآن مال سر قبرستوناست. قرآن زمانی است که آقا میخواد مهریه بده یا پیشکشو بده یا دخترشو عروس بکنه یا داماد بکنه، قرآن رو بعد بگذاره توی استه گل با شاخ نبات، دخترها و زنا دور برش برقصن.
الله اکبر. به خدا قسم این قرآن شکایت میکنه. قرآن فقط برای مهریه گذاشتن نیست، قرآن برای رقصیدن نیست، قرآن برای سر قبرستون خواندن نیست، قرآن برای تعزیه ها نیامده، قرآن برای این که تو خانه بگذاری که جن و دیو و پری نیاد نیست. این کتابه، آن کتاب زنده قرآن حکیم، حکمتی او لا یزال است و قدیم. نسخه اسرار تکوین حیات، بی ثبات از قوتش گیرد ثبات. حرف او را ریب نه، تبدیل نه، آیه اش شرمنده تعویل نه. رهزنان از حفظ او رهبر شدن، از کتابی صاحب دفتر شدن. ارج میگیرد از او ناارجمند، بنده را از سجده سازد سربلند. فاش گویم آنچه در دل مضمر است، این کتابی نیست چیزی دیگر است. نقش قرآن چون در دنیا نشست، عقلهای پاپ و کاهن را شکست. گر همی خواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. حالا من تو این استفاده رو میکنیم. آقا عروس و داماد میخواد بره خانه وقت، بذار از زیر قرآن رد بشه. این توهین به قرآنه. قرآن برای این نیامده. و روز قیامت خدا نکند که قرآن یقه من و تو رو بگیره، بگی هیچ راهی نخواهیم داشت. نعمتهای خدا زیاده، نعمت حتی پیغمبر نعمته. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. قرآن میگه پیغمبر تو سمبل رحمتی، تو نماد عطوفتی، تو مجموعه از خوبی ها هستی، برای بشر همش رحمتی. ولیکن آیا میدونی همین پیغمبری که سراسر رحمته، اگر ازش قدردانی نشه، روز قیامت میاد یقه منو تو رو میگیره و اونجا حتی به طرف منو تو نگاه نخواهد کرد؟ در حدیث آمده که روز قیامت امت رسول الله، پیامبر امتشو از دور میشناسه، به خاطر وضوع گرفتن دست و صورتشون از دور مانند ماه شب 14 میدرخشه، پرتو افشانی میکنه، نور افشانی میکنه. اینها رو میبرن به طرف بهشت که ناگهان پیغمبر متوجه میشه امتی، گروهی از امتش با همین مارک، با همین عرض شود خدمت شما نشانه ها و علائم به طرف جهنم میبرن. رسول رحمت للعالمین به داد میافتد که پروردگارا اینها امتیان منن کجا؟ این فلانی فرزند فلانی از امت منه. که ناگهان صدا میاد ای محمد بس کن که اینها از امتیان تو نیستن، اینها در زمان تو و بعد از تو به دنیا آمدن، اما کارهایی که اینها کردن خلاف منهج تو و روش تو بود. جوان مسلمان تو ماه رمضان با سیگارش خنجر زهراگین به قلب توی رسول الله کوبید و در عروسی ها با ساز و ارگ و گرگ سینه توی محمد رو، خونی که تو در احد دادی، حمزه ای که جگرشو پاره پاره کردی و سمیه اون زنی که تکه تکه شد همه رو پامال کرد. همین جوان اسمشم محمد، اسمشم ابراهیم، اسمشم موسی، اسمش سمیه خواهر ما فاطمه. چه جوابی داریم بدیم؟ خدا نکند روز قیامت رسول الله بیاد خونخواهی اصحابشو بکنه، های از من طلبه سوال بکنه چه جواب دارم؟ از من سوال بکنه که فلانی من این حمزه رو برای تو فدا کردم، من بهترین اصحابم را عمر رو تو محراب تکه تکه کردم، خونشو دادم، هزاران صحابی رو برای شما فدا کردم، چه کار کردی؟ چه بگم؟ نماز نخوندم، وقت نکردم. نعمتها زیاده. در حدیثی آمده رسول خدا فرمودن لا تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن اربع. روز قیامت هنگامی که بلند میشن افراد به هیچ کس اجازه تکون خوردن رو نمیدن. اونجا دیگه پول پارتی پررویی نیست. امروز میگه آقا تا پول داری خلاصی، میگه آقا پول باشه همه مشکل، پول داری کاری که پول میکنه قول نمیکنه. میگه آقا تو ایران 3 تا پ هست که خیلی رایجه، پول، پارتی، پررویی. اینطور نیست. خدا روز قیامت پیا رو قبول نمیکنه. دادگاه خداست، قاضی خدای باشد، روح الامین منادی، نه رشوت و محابا، نه ترس و نه چیزی دیگر، هیچی نیست. خدا قاضی است. 4 تا سوال ازت میکنن، تکون نمیگذاره بخوری. جوانان عزیز، من نیامدم خدای نکرده مجلس عروسی رو تبدیل مجلس عزا بکنم، نه هرگز قصد من نیست، بلکه شادی من و شما زمانی است که خدای جهانیان شاد باشه و من میتونم قسم بخورم که الله ذوالجلال خوشحاله، الله ذوالجلال از این حاجی خوشحاله.
امروز ما امشب خوشحالی ماست. این همه جوان اینجاست. الله ذوالجلال 4 سوال میکنه، نمیگذاره تکون بخوری. پارتی قبول نمیشه، هیچ کس. جواب بده. اول عن شبابه فیما افناه، از جوانی تو سوال میکنه که کجا صرف کردی. آقا جوانی یه نعمت بسیار بزرگی است، دوران بهار عمره. این پیرمردان میدونن. میگه الا لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المشیب. شاعر عربی میگه کاش، از زبان یک پیرمرد میگه کاش ایام جوانی برمیگشت تا من احوال پیری رو بهش میگفتم که چه خبره. جوونا نمیفهم. انسان تا زمانی که نعمتی داره نمیفهمه. زمانی که نعمت رو از دست داد متوجه میشه ما سودی هم نداره. جوان یعنی نشاط، جوان یعنی هیجان، جوان یعنی قدرت، جوان یعنی بازوی توانا، جوان یعنی ایمان، جوان یعنی حرکت، برکت، قدرت، سلطنت، سلطه، شوکت، مکنت. اینا همه جوانی است. و این دورانی است که پروردگار اولین سوال از من و شما خواهد کرد. حالا فکر کنیم، خدا سوال میکنه جوانی تو در کجا گذراندی؟ یه لحظه فکر کنیم الان ببینیم پیرمردا فکر کنن در کجا گذراندن و من فکر کنم در چه راهی دارم صرف میکنم. جوونا مثل شما، منم هنوز جوونم، سنم زیاد نیست. من و شما داریم بهترین سنین رو، بهترین دوران رو داریم میگذرونیم. خدای عزوجل گویا امشب رفتیم، مگر اینطور نیست؟ یک لحظه رفتی، لحظه بد نبودی. یکی از برادران صحبت میکرد، برادران مولوی میگفتیم در منطقه یکی از این منطقه روستاها میگفتیم جماعت تبلیغ بود. رفت پیش یک آقایی گفتم حاجی صاحب بیا بریم تشکیل بشیم 3 روز. گفت نه جناب مولوی نمیشه، این تراکتور میبینی در خانه است، ماشین سایپا هم دارم، چند هکتار زمین هم دارم، همه ناکار و بیکار میمونن، من کجا بیام؟ گفتم بابا پسرت هست، این پسرت که میتونه کارو بکنه کار رو بگردونه. گفت پسرم میتونه تراکتور رو بگردونه. بچهای حالا تو رو بشناسی، بچه‌ها حالا تا نونوایی نمیرن نون بگیرن، میخوان بیان تراکتور رو بچرخونه یا سایپا رو. هر چی گفتیم حرف گوشش بدهکار نبود. به هر حال گفتن تا من کشتا و زراعت هم تمام بشه فلان اون زمان بعد سر خرمنی به اصطلاح. شب خدا شاهده میگه خوابیدیم، صبح حرکت دیدیم که اعلان کردن نماز جنازه. جنازه ای کی؟ همون حاجی که ما دیشب رفتیم خانش. آمده گفت چطور کشته شده؟ این که مریض نبود چی نبود. گفت صبح حرکت کرده، تراکتور رو در سراشیبی گذاشته بوده، تراکتور از دنده خلاص بوده، گویا ظاهرا یهو راه میفته. این خودش میره که تراکتور رو بگیره و نجات بده که وقتی تراکتور تکه تکه نشه خودش زیر چرخ بزرگ تراکتور ریزه میشه. اون تراکتوری که اون میخواد نگه داره نفهمید همون تراکتور ملک الموتشه. همون سایپایی که تو به دل بستی نفهمیدی که اون ملک الموت اسرائیل توه. یه لحظه آمد مش دست بگرفت رفتی. چه بندی دل در این دنیا که چندین روز مهمانی، چون آگه مرگ پیش آید خوری آن دم پشیمانی. ای دوست از محبت دنیا کنار شو، از این گذر به درگاه پروردگار شو. عمرت کثیر نیست و غافل چرا شدی؟ ناگه اجل در آید گوید سوار شو. ملک الموت میاد در خانه در میزنه، بوق میزنه، یک لحظه نمیگذاره که تو حتی دو رکعت نماز بخونی. حالا با چی رفتی؟ مرگ‌های ناگهانی امروز بیداد میکنه. در ایران اسلامی هر شبان روز 75 نفر فقط طی سوانح رانندگی میبینن. خبر داری؟ هر ساعتی 4 نفر فقط تو ایران طی سوانح رانندگی. بقیه چیزا رو بذار، مرگ‌ها و در مقابل بیماری‌ها و سکته‌ها و فلان ایدز و سارس و چی بذار، فقط طی سوانح رانندگی. پس به چی این دنیا دل خوش کردیم؟ به کجا؟ و به خدا قسم برادر عزیز، تو الان تا زمان جوانی که این روح داره میره میاد، همین روح که کنده نشد بیرون کنند از بوستان بیگانوارت دوستان. گردی چنان خار و زبون در گور گردی سرنگون. هیچ کس به تو اهمیت نمیده. حتی همون زنی که تا دیشب همراه و همدمت بود امشب میگه جناب مولوی این جنازه رو زودتر بر خاک کن. ای بی انصاف این شوهرت. میگه من میترسم. جناب مولوی جنازه رو نگذار، من میترسم، بیا کنارش بشین. اینقدر بی ارزش شده. همون زنی که تا دیشب میگه فدات بشم قربونت بشم دل بر من همدم حلالا کن، نمیتونه تو رو تحمل بکنه. میگه ببرید. همون بچه اولین کسی است که برمی‌داره تو رو میبره تو قبرستان میندازه. چی ارزش داری؟ به جوانیت، به این چشمای قشنگت، به ریش پروفسوریت منازی، خلاصی. رفتی کسی نام و نشونه ازت نمیگیرن. بریم قبل از این که این فرصت از ما گرفته بشه از این نعمت جوانی استفاده بکنیم. این جوانی رو، این ستاره جوانی را با لکه های ننگین گناه ابری نکنید.
این گلستان جوانی را با لکه های ننگین معصیت پژمرده نکنید. این اقیانوس بیکران آب جوانی رو با لکه های گناه و معصیت اونها را مکدر و خشک نکنید. از این فرصت به حد نهایی استفاده بکنیم. و باز رسول خدا فرمودن ان الله لا يعجب من الشاب الذي ليست له صبوه. رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم رسول خدا چه فرمودن برای جوانها؟ من فقط بسیار یعنی واقعا برای اینکه جوانها رو بگیرم به کف و اونها رو به آغوش بکشم بسیار صمیمانه، یعنی حاضرم حتی پیشانی اونها رو ببوسم، چنین مجالسی خیلی ارزش داره. فرمودن به خاطر همینم دارم میام ان الله لا يعجب من الشاب الذي ليست له صبوه. خدای متعال از اون جوانی که در اوان جوانی مفاسد اجتماعی، رکود اخلاقی، جمود فکری رو گذاشته کنار، الله عزوجل خوشش میاد. خدای متعال بر پیشانی چنین جوانی بوسه میزند. به خدا قسم. فرمودن رسول خدا در حدیث قدسی که پروردگار عالم همواره منتظر قلب جوان مسلمان است، پیرمرد مسلمان، زن مسلمان و مرد مسلمان، که یک لحظه قلبشو از ما سوی الله خالی ببینه، خدای متعال خودشو داخل اون قلب جا بده. ولی چه کنیم که قلب ما پره؟ هر لحظه خدا میاد در خانه قلب ما جوان ما رو میزنه که من میخوام بیا تو. جوان میگه خدا تو جا نداری. خدا اینجا پول جا گرفته، ماشین جا گرفته، موتور تک شخص زدن جا گرفته، سایپا جا گرفته. خدا فقط تو جا نداری، بقیه هر چیز هست. اقبال میگه باز بر رفته و آینده نظر باید کرد، هله برخیز که اندیشه دگر باید کرد. پیر ما گفت جهان بر روش محکم نیست، از خوش و ناخوش او قطع نظر باید کرد. این جهان ارزش نداره، از خوش و ناخوش او باید قطع نظر بکنی. گفتمش در دل من لات و منات است بسی. گفتم تو این دل هزار بت و اهریمن جا گرفته، غیر الله جا گرفته. محبت مال، محبت پول، محبت زن، محبت فرزند، محبت اولاد، محبت خاله و عمه و پسر خاله و پسر عمه و الاخر. گفتمش در دل من لات و منات است بسی. گفت این بتکده را زیر و زبر باید کرد، که اگر ترک جهان کرده سر او داری، پس نخستین ز سر خیش گذر باید کرد. جوان مسلمان، خدای عزوجل میخواد دست تو رو بگیره بفشاره، فقط تو باید دست دراز بکنی، فقط تو موی پیشانی تو بده. کشیدنش با رب العالمین هست. بچه های من و تو بمیرن چی؟ جنت خریداری میکنه یا جهنم؟ این بچه های معتادی که دارن از دنیا میرن، بهش که به جای خود جهنم ننگش میاد، اینها رو به خودش جا بده. این بچه های بی نمازی که از دنیا دارن میرن، این دختران بد حجاب و بی حجابی که دارن از دنیا میرن، روز قیامت یقه من و تو رو هم خواهد گرفت. پیغمبر چه فرمود؟ 4 سوال میشه. اول ان شبابه فیما افنا، جوانی خودت رو در چرای مصرف کردی؟ جوونا، حضرت عمر رضی الله عنه، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، خودتون دادگاهی بکنی قبل از اینکه خدا شما رو دادگاهی بکنه. هر شب خودتون دادگاهی بکنید، کسی نیست. تو خانه تنها برید، کلاتون رو بردارید قاضی بگذارید. اگر امشب ملک الموت آمد مچ دستمو گرفت، چقدر بار داری؟ چقدر بار داری؟ ها؟ بار پول نمیگم، مال نمیگم، چون که اگر هر چی داشته باشی با یه لای کفن باید بری. یادار که وقت زادن تو همه خندان بودند و تو گریان. میگه یاد بیار وقت تو به دنیا آمدی همه میخندیدن، تو گریه میکردی. درسته؟ هر کس که از مادر به دنیا میاد گریان بودن، بقیه خوشحالن. چنان زندگی کن که وقت مردن تو همه گریان باشند و تو خندان. اونطور زندگی کن که آخر اون برعکس بشه، که همه گریه کنن، تو خندان خندان برید وارد جنت بشی. حضرت بلال میخواست از دنیا بره، بلال حبشی، زنش میگه واه حزنا، وای وای بدبخت شدم، بیچاره شدم. حضرت بلال صدا گفت نه، غم اندوه نیست، وا تربا، چه خوش است امروز. غدا نلقی الاحبه محمدا و حزبه، غدا نلقی الاحبه محمدا و حزبه. شروع کرد به سرود خواندن. زن چرا گریه میکنی؟ من فردا صبح میرم در جنت و محمد و اصحاب محمد رو ملاقات میکنم. من به دیدار رسول الله دارم میرم. ولی ما چی؟ ما به دیدار کی میریم؟ آیا رسول الله به ما سلام خواهد کرد؟ با این وضعیتی که ما داریم زندگی میکنیم. جوانان عزیز، قدر این نعمت جوانی رو بدونید. گول این شیطانهای پس فطرتی که سر 4 راه ایستادن نخورید که آقا چند روز جوانی و حال میکنیم. نه، رفتی از این دنیا، رفتی. به خدا قسم حال اینجاست.
به والله قسم عشقی که دین داره هیچ چیز نداره، عزتی که دین داره هیچ چیز نداره، عزتی که در دین هست. حضرت ظاهر یه سبزی فروشه، سبزی فروش خیلی کوچک، سبزی ها رو می آورد مثل این بقالیا دیدید دیگه، میاد کنار خیابون پهن میکنه بساطیا، اون زمان شهرداری نبود اینا رو جمع بکنه. بعد داشت سبزی ها رو میفروخت که ناگهان متوجه شد، غلام بود، برده اون زمان اصلا هیچ جایگاهی نداشتن، که ناگهان متوجه شد کسی از پشت سر آمد چشماشو گرفت. ظاهر به خودش فکر کرد خدا این کیه؟ این کیه که آمده با من شد، با یه غلام، با یه برده؟ هر چی در مخیله خودش در ذهن خودش مطالعه کرد متوجه نشد کسی باشه که در مدینه منوره با او شوخی بکنه. که ناگهان نمیدونم چطور متوجه شد که رسول نازنین حضرت رسول اکرم پشت سرشه و چشماشو گرفته باش داره شوخی میکنه. همین که چشمش متوجه شد یا ذهنش متوجه شد که پیغمبره، خودش چسبون کمر خودش رو به سینه رسول خدا، چسبون تا برکات و انوار از وجود رسول خدا مثل برق 120 تولید بشه بیاد تو وجود حضرت ظاهر. پیغمبر متوجه شد که ظاهر او رو شنا، گفت من یشتری هذا الغلام، این غلامو کی میخره؟ گفت یا رسول الله اذن تجدنی کاسدا، یا رسول الله من خیلی بی ارزشم، کسی منو نمیخره. یه جمله گفت پیامبر، او رو به آغوش گرفت، بوسش داد، گفت بل والله انک عند الله قال، به خدا قسم تو نزد خدا خیلی ارزش داری. جوان تو اگر میخوای ارزش پیدا بکنی اینجاست. اگر میخوای فردا به خواستگاری جایی بری، نمیگن این جوان شلوار ریش چند سانت تنگتر از بقیه است، میگن نه، نمیگن ریش پروفسوری داره یا نداره، نه، نمیگن خوب تک چرخ میدونیم تو خیابونا های کلاس یا نه، یا از این کفش های نیم متر پوز به هوا داره، از اینا هیچ کدوم نمیپرسن. آیا نمازخون هست یا نیست؟ آیا روزدار هست یا نیست؟ آیا دختر فلانی که شما میبینید خواستگاریش محجبه است یا نه، یا هیولاست، یا موهاش رو سری روز 4 متر میره عقب، از کدوم است؟ یا منتوش روز 5 وجب میاد بالا، از کدوم است؟ اگر مؤمن و مسلمان باشه میگه عجب جای خوبی رفتید. پس این جوانی، نعمت جوانی، کارهای جوانی همه بشه بر سبک سنت رسول خدا. خیلی مهمه. من هرچی در مورد جوانی بگم کم گفتم، چون که جوانی میدهد قدرت به هر باب، جوانی را غنیمت دان و دریاب، جوانی منفعت بسیار دارد، جوانی قوت هر کار دارد، جوانی را به قدرت جوانی را به عبادت صرف گردان که طاعت در خورایت از جوانان، جوانی را به حضرت قدر ناب است، دعاهای جوانان مستجاب است. خدا دعای جوان رو خیلی جوان پاک روزود قبول میکنه. البته منظورم نیست که دعای پیرمردا قبول نمیشه، وقتی بعد سوء تفاهم پیش نیاد. شما پیرمردا که ماشاءالله حدیثی از رسول خدا میفرماید که من شرم، الله عزوجلال میگه من شرمم میاد از پیرمردی که ریشش را در راه خدا سفید کرده باشه روز قیامت رو به عذاب بندازن. شرم میاد، خدا شرم میکنه از ریش سفید پیرمرد ما. ولی چه کنیم که امروز پیرمردای ما بالا نسبت این جمع از ریش سفید خودشون شرم نمیکنن؟ اینو چیکار بکنیم؟ خیلی امروز طوفان شده. خدا میگه شرمم میاد یه پیرمردی که ریشش سفیده در راه خدا بندازمش تو جهنم. ولی پیرمرد ما امروز اسرائیل آمده در خانهش. یک زمان من رفتم یک پیرمرد رو دعوت بدم، دعوت خصوصی، گفتم بیا نماز. پیرمرد گفت جناب مولوی تو چی داری میگه؟ من پام لب گوره، از بینیم آب میاد، از چشمام آب میاد، از دهانم آب میاد، از همه وجودم داره آب میاد، من نمیتونم 2 قدم راه برم. منم مگه زیر بازوام یکی بگیره بیاره؟ من مگه میتونم مسجد بیام همینجا نماز بخونم؟ خیلی کار کردم. انگار طلبگار بود از خدا. گفتم به هر حال من اینو میدونم که اسرائیل صبح در خانت میاد، حالا اون طرف تو میدونی با اعمالت. گذشت رفتیم، یک روز رفته هوا برفی بود، باور بکنی هوا برفی. رفتیم آمدیم دیدیم که سر میلان ایستاده و منتظر ماشینه و که بره تو شهر. ای بابا این پیرمرد نبود که میگه نمیتونم 2 قدم راه برم با دونه فلان ماشاءالله جوون شده راه میره. رفتم جلو گفتم عمو چطوری بابو جان؟ گفت خوب الحمدلله. گفتم کجا میری؟ گفت جناب مولوی کوپین روغن اعلان کرده میخوام برای کوپیناخ بگیرم. هی مرگ بخوری، هی بی انصاف. برای نماز که میگه آب دهان و بینیم تون داره میریزه، برای کوپیناخ خودش حرکت کرده. کوپیناخ به دستش قشنگ شماره ها رو خدا شاهده میبینید که شماره چای کوپین امروز اعلان کرده، ما نمیفهمیدیم. حالا ماشاءالله پیرزنا، بعد از پیرزنها اینقدر برای نماز طاعت میگه دیگه ما خلاصیم، از دنیا رفتیم مردیم. ولی ماشاءالله فیلم سریال رو چنانی که نیاد مادر جان شبکه 2 رو بزن که سریال سینمایی داره. برای تلویزیون نگاه کردن که خیلی جوانید، عینکای از این تایستگانی هم دارن میزنن، من میرن تو تلویزیون نگاه میکنن. خانه یک از دوستان رفتیم، بعد موقع شام بود، بعد از جای خانم مثل که مشغول تدارک غذا فلان بود،
بعد به فیلم اون زمان نمیدونم شبهای برره بود نمیدونم چی فیلم بود، به هر حال رو بورس بود، خیلی همه جا حرفشو میزدن. بعد رفت اونجا و بعد به مجردی که وارد خانه شدیم باور کنید مردش هم با ما بود، پسراش هم بود. صداش آمد که از دخترش پرسید که مواظب باشید که فیلم نیاد یه وقت رد نشه، بلا برد مولوی بلا هیچی اصل کار فیلم. گفت مادر بیا که فیلم تمام شد. گفت نه بابا، این چنان محکم به کف دستش زد. ما گفتم بابا چه خبره بنده خدا، بی انصافی فیلم رفته روحت که نرفته. اینطوری شدیم. اصلا زندگی ما امروز گره خورده به همه چیز غیر از به خدا. به سر کی میخوام کلاه بذاریم؟ من به سر کی میخوام کلاه بذارم؟ بله من اگر هر چی جلوی شما جست بگیرم من مؤمنم، وقتی مؤمن نباشم خدا که میدونه، خدا که مصرف القلوبه، متوجه هست. پس جوان مسلمان قدر این نعمت جوانی رو بدان، پیرمرد محترم قدر این ریش سفید رو بدان. یه وقتی به خودت غره نشی که من ریشم سفید شده حتما چون که بقیه من رو احترام میکنم خودم بری، نه اینطور نیست، فکر نکنید. متوجه باشید. این یک وقتم گذشت ماشاءالله 45 دقیقه رد شد همون شوخی وقتی خسته نشید 45 ساعت هم شده دیگه. به هر حال هر چی میشه از الله میشه. به هر حال اگه تا صبح هم بشه ما که خسته نمیشیم حقیقتا، اگر چه که میگم یه مراسم دیگه است مگر با او کنار بییم. به هر حال بله خدا کنه انشالله ولی به هر حال اگه درم بیاد آجی حالا دیگه پس همون تو گفت و عرض هست دیگه. به هر حال دوم فرمودن عن عمره فیما افنا، از اینا گذرا رد میشم. دومین سوال خدا اینه که من عمر بهت دادم، این فرصت ها کوچک نیست. آقایون بعضی میگن وقت طلاست، من میگم دروغه، وقت از طلا خیلی بهتره. طلا اگر امروز بردی فروختی طلا فروشی فردا میتونی به دو مرتبه به دستت بکنی، درسته؟ ولی وقت امشب رفت دیگه هرگز این شب بر نمیگرده. این ساعت لعنتی رو نگاه بکن، اون عقربه هاش اینطور میچرخه و الکی نیست، اون مانند گرگ به دنبال عمر من تو افتاده. هر لحظه که میچرخه یه دقیقه یه ساعت از عمر ما کم میکنه. این گرگ به دنبال عمر ما، این ساعت نیست، ساعت نذارید اسمشو، گرگ عمر انسانه. طلا یه بار رفت دیگه شاید برگرده ولی عمر دیگه بر نمیگرده. امشب رفته. هر شبی گویم که فردا ترک این سودا کنم، باز چون فردا رسد امروز را فردا کنم. این به درد نمیخوره. پس عن عمره فیما افنا، عمر تو وقت تو در چه راهی مصرف کردی؟ این فرصت های بسیار طولانی رو در کجا گذراندی؟ بعضی آقایون وقتی که یک حرفی میخواد سری کسی سرشون کلاه بذاره میگه من این ریش رو این سر رو روی تو کادون که سفید نکردم. حالا برای امور دینی چی؟ کجا سفید کردی؟ اونجا تو کادون سفید کردی، حالا اینجا چی؟ بگید اونجا هم پروردگارا من این سر و ریش در داخل مسجد سفید کردم که خدا اونجا دست شما رو بگیره، دست همه ما رو بگیره. سوم تون بعد بشم عن ماله من این اکتسبه و فیما انفقه، مالشو از کجا درآوردی کجا مصرف کردی، از تولید به مصرف. این خیلی مهمه، این خیلی اهمه، این بحث رو خوب گوش کنید. مال رو بروز متاسفانه طوری شده آقایون همه ما، خانم‌ها باز بدتر نشستن چشم هم چشمی ها اینقدر شده که دیگه تفاوتی نداره که از راه حلال، از راه حرام، از راه مشروع، از راه نامشروع، فقط پولدار بشن، فقط پول بیاد، فکر کنه پول همه چیزه، خبر نداره که خرخره میگیره انسان‌ها. متوجه باشید اینها سوال عن مالی من این اکتسب، این مال رو از کجا در آوردی؟ از دزدی، از ربا، از کلاهبرداری، کلاهگذاری. امروز آقا خوشحاله مندیلش شب میاد کج میگذاره، امروز سر 7-8 نفر یک کلاه خوب گذاشتم، ای بیچاره. قیافه میگیری؟ مثلا آقای میگفت که رفتیم به بنگای ماشین داشت، رفته بود تو داشبورد ماشین یک تکه نون خوش گذاشته بود، یک تکه نون خوش. بعد هر کس که میامد رو ماشین میخواست به ماشین بخره مدل چند، میگم مثلا 84. خب عیبش چیه؟ بابا دنبال عیبش نده، خدا شاهد این ماشین نون داره، این ماشین بخره نون داره. حالا بنده خدا فکر می‌کنه من این ماشین روزی داره، نمی‌فهمید که تکه نون خوش گذاشته تو اون داشبورد. اینطوری شد آقا دیفرنسیالش آقا زوزه میکشه، آقا نمیدونم موتورش داره، آقا ولش کن. من میگم خدا شاهدی، 1000 تا خدا شاهدم، آقا این نون داره دیگه. فکر میکنی نون خوردت میشه، خورده ای بچه‌هات میشه، فردا میخوان اینا صالح بشن. چطور دعاها قبول نمیشه؟ باز میگن حضرت سعد بن وقاص آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و آله گفت یا رسول الله برام یه عملی یاد بده که من مستجاب الدعوه بشم. گفت آی سعد رزق و روزی تو حلال کن به خدایی که من محمد رو به رسالت فرستاد. اگر یک لقمه حرام تو گوشت و پوست و خونت بره تا 40 شبان روز هیچ دعایی از تو قبول نخواهد شد، هیچ عبادتی از تو قبول نخواهد شد. حالا ما ماشاءالله مجسمه حرامیم در رو زمین، دل من خوشه،
ثم ذكر الرجل اشعث اغبر يمد يديه الى السماء یا رب یا رب فمطعمه حرام و مشربه حرام و ملبسه حرام و غذی بالحرام فانا یستجاب له. رسول خدا میگه بعضی آقایون در مسافرت میرن شنیدن که تو سفر دعا قبول میشه، هیئت ژولیده گرد و غبار، میگه پروردگارا چرا دعا قبول نمیشه؟ خدا میگه این مطعمش حرام، خوراکش حرام، پوشاکش حرام، پوشیدنیش حرام، نوشیدنیش حرام، همه چیز حرام، مجسمه حرامه. شما بگید ما چطور دعای اینو اجابت کنیم؟ واقعیت نیست. چطور دعای این اجابت بشه؟ پس بیام سر صبح اینقدر آب و نمک و نمیدونم چی و چی میدن، بلابتر میدن که بشه شکمش اندازه شکم فیل، خبر نداره که تو راه میترکه. معذرت میخوام، من قصدی ندارم، من این حرفا رو میزنم، حالا نمیدونم برای اونایی که هر کس خودش میدونه کلاهش قاضی بگذاره باید توبه بکنه. این گوسفند رو که تو میخوای اینطوری بفروشی به خدا قسم پولش خورده نخواهد شد، واقعا هم نمیشه. پول هر چه زیاد باشه برکت در پول نیست. آقایون از پیرمردا پرسید قدیم برکت چقدر بود؟ اگر یکی خانه انسان 100 نفر میآمد میگفتن نون پیاز پینک باز، همه رو با یک شوروا خلاص بود. الان 2 تا مهمان بیاد فقط میگه ملک الموت اومده به خانه ما. به خاطر که برکت ها نیست. میگه نون برنج پینک کرنج کرنج میکنه اینو خوب پیشانی رو، حالا برنج هم بده، طلا بده، اصلا اون چه زهر مارش میشه. برکت ها از زندگی ها رفته، وگرنه الان فقیر ما نداریم، فقیر تو زندگی ها نداریم. ما همه ماشاءالله پول دارن. تو روستای شورک صبوری که ماشاءالله ما حتی رفتیم به کره ما میگفتن هر چه سایپای تو شورک صبوریه. خب این واقعا نعمت خداوندی است. قدیم اینطور نبود، مردم بیچاره با شتر اسب رفتن. حالا قدر این نعمت برکت این مال کور نیست. گوش نه، همه میگن میتازن شب و روز، اینقدر میتازن جمع کردی مال دنیا توق شد بر گردنت، مرده ها را زنده کردی آفرین بر مردنت. بچه ها رو زنده میکنی خودت بلحد، حالا از جای حرام حلال هر جا رفت. به خاطر همین حتی هنگام مرگ مجبورن از دنیا بگن. یک آقای بود پارچه میفروخت، پارچه فروش بود، میگن هنگام مرگ بهش گفتم بگو لا اله الا الله محمد رسول. آخوند اونجا شهادتین میگفت، اون میگفت پارچه صدابهار یک پارچه خوبیه، به همین پارچه صدابهار پارچه. این نخندید به خدا، اینا گریه داره. خدا نکند که ملک الموت بیاد به سراغ من و شما و ما از زمین و از ماشین و از فلان حرف بزنیم. چه بدبختی. انسان هر چیز محبتش تو قلب باشه آخر موت در هنگام موت همون از دهانش در میاد. و خدا نکنه که کلمه خدا و رسول از دهان من شما در میاد. عن مالی من عین اکتسب، از کجا کسب کردی، از کجا در آوردی، سر دیگران کلاه گذاشتی. رسول خدا فرمودن من المفلس فیکم، بیچاره و درویش و مستمند بین شما کیه؟ از صحابه سوال کرد. من از شما سوال میکنم درویش کیه؟ صحابه سوال کردن یا رسول الله المفلس فینا من لا درهم ولا دینار له. یا رسول الله کسی که پول نداشته باشه اون فقیره، کسی که ماشین نداشته باشه فقیره، کسی که موتور از جوونا تک چرخ زدن نداشته باشه فقیره. رسول خدا فرمود نه، المفلس فینا، مفلس از دیدگاه من پیغمبر کسی است که روز قیامت با 5 وقت نماز میاد. گوش بدین اینجا، با 5 وقت نماز میاد، با حج میاد، ماشاءالله 2 تا حج و 7 تا عمره، با چند تا زکات آمده، با تهجد آمده، با تلاوت قرآن آمده، زن با حجاب آمده، میخواد بره داخل بهش و یأتی و قد شتم هذا و ضرب هذا و اکل مال هذا، که میخواد وارد بهش بده، چندین نفر دوره برشه. یکی میگه خدای این مال منو خورده، کجا میخواد بره؟ این آقا این منو زده، آقا من فوش داده، تهمت زده، غیبت منو کرده، خدا این چطور میخواد بره داخل جنت؟ پروردگار عالم میگه از نیکی‌های کسب بکنی، از تهجداش بدید بین آقا. این میگه آقا راضی میشه، میگه بله، تهجدای او را برای فرضای او حساب میکنن. میگه تو برو، تو بدهکار تموم شد. اون میگه آقا میگه خدای منو فوش داده، مقداری از نمازهای فرضش بدید، از حجش و حاجی صاحب بوده اینجا، بلا برای حاجی برو حجش هم بده. همینطور میشه که تمام اعمال نیکش تمام میشه و ولی بدهکارا خلاص، طلبکارا تموم نمیشن. میگه پروردگارا ما تو عادلی، آخر ثواب این تمام شده، به ما چی؟ ما پول ما میخوام از آقا. اونجا دیگه درهم و دینار نیست، پول نیست که بخواد بفروشی فورا. میگه پروردگار ما حق ما میخوام. خیلی خوب، ثواب که نداره، حالا از گناهان این بردارید، از گناهان این طلبکارا بندازید تو این بدهکار، تو گردن این بهشتی بوده، گناهان اونا رو برمی‌داره میذاره روی گناه او طلبکار روی. همینطور میشه که عبادتاش خلاص میشه، مجسمه گناه. سپس پیغمبر فرمود دستور میدن بینی ای رو لگام بکنن، لجام بکنن، ماها رو افسارش بکنن و کشان کشان به طرف جهنم ببرن. خدا نکند که ما از اونها باشیم، خدا نکند سروران که ما مال افراد خورده باشیم و روز قیامت نماز ما به درد ما نخوره، قرآن به درد ما نخوره، رسول الله به درد من شما نخوره. چه حالتی خواهیم داشت؟
حالا 100 تا حج برید. عن مالهی من عین اکتسب، مال تو از کجا در آوردی؟ این یک شق سواله. و فیم انفقه، و کجا صرفش کردی، کجا مصرفش کردی؟ تو عروسی ها پول انداختی به هوا، دلت خوش بود که بگم سر عروسی فلانی 20,000 تومان پول انداختم، به خدا قسم مچ دست تو خواهد گرفت. از کجا صرف کردی خواهرم؟ رفتی نمیدونم مد فلان لباس و چادر فلان آمده بود، رفتم بلافاصله اون خریدم، کارت های اون چنانی فرستادم، سر تعزیه ها 20 میلیون تومان خرج کردم. فکر نکن که اینها راحته، اینا حسابدهی خواهد داشت. رسول خدا فرمودن خانه یک از صحابه رفتن برای غذا، 2 نوع غذا آورد، سرکه و مقدار دیگه شوربا بود. پیغمبر خدا عقب کشید خودش و گفت من نمیخورم. گفت چرا؟ گفت آیه رو خوند ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، روز قیامت خدا از من رسول الله سوال میکنه که سر سفره 2 نوع غذا خوردی، چرا؟ من و شما چی؟ قل من حرم زینت الله التي من نمیگم شما غذای خوب نخورید، نه بخورید، نوش جون شما، ولی اسراف نکنید، تبذیر نکنید خواهران، ریخت و پاش نکنید. امروز اگر ما بریم تو سطل‌های آشغال رو نگاه بکنیم فکر میکنیم دیگه برنجه، فکر نمیکنیم سطل آشغاله. این همه اسراف، این همه تبذیر، فکر میکنیم ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. قرآن میفرماید اسراف کنندگان برادران شیطانن. راحت ما میایم برای مسائل اسلامی، ماشاءالله برای مسجد که دست اینقدر میلرزه که فقط میگی که پیرمرد 170 سالهه 10,000 تومان کسی نمیتونه مسجد بده، ولی برای عروسی به هوا پول میندازن، برای تعزیه با رقابت میرن جلو، برای مد فلان خریده با رقابت میرن جلو. این واقعا حیفه. من عین اکتسبه و فیم انفقه. برادر مال رو سوال میشه از کجا کسب کردی و کجا خرجش کردی. متوجه باش اینجا که خرج کردی، این سنگ کردی مسجد رو تا روز قیامت باقی میمونه، اینجا فرش گذاشتی تا قیام قیامت باقی میمونه. و چهارمی هم که مال ما ملاست، من اینو خیلی نمیگم چون که به ما بر میخوره، میگه عن علمه ماذا عمل به. از مولوی صاحب سوال میکنه که تو که برای شورک سبوریا سخنرانی کردی خودت چقدر عمل کردی؟ اینجا دیگه مال ماست. هر کس، البته فقط مال ما نیست، شما همتون ماشاءالله الان عالمید، همتون الان مولوی صاحبید. یک بحث یا یک جایی نشه یک مولوی مولوی نعمتی بگه آقا اینطور نیست، برو بابا تو کجا مولوی؟ ما خود مولویم، پدرم خودش من آخوندزاده هستم مگه آخوند نیستم. همه ایشون ماشاءالله علم دارید، حلال و حرام رو همه تشخیص میدن الان. پس بنابراین هر کس که میداند باید عمل بکند، وگرنه روز قیامت مسئول خواهد شد. لذا به عنوان آخرین صحبتم خدمت دوستان اینه که خلاصه بحث ما این شد که نعمتهای خدا زیاده ولی شکر نعمت میخواد. شکر نعمت یعنی درست استفاده کردن نعمت. 4 نعمت مهم: جوانی، عمر، مال و 4م چی بود؟ علم. حواست اینجا باشه بابا جان، هرچی میگه فضل خدا که رهبر شود خوانده و ناخوانده برابر شود. طور نباشه که ما هرچی گفتیم همین الان هوا منصورا بشه. انشالله که خداوند عزوجل به ما توفیق عمل نده فرماید. خدای ما متعال به ما توفیق بده تا بتونیم از این طور جلساتی حد اکثر استفاده رو ببریم. من واقعا بسیار خوشحالم، بسیار به خودم افتخار میکنم، اگرچه که به هر حال خدمت دوستان دیر رسیدیم و مقداری خستگی هم به ما دست داده، ولی به هر حال اینقدر خوشحالم که حساب نداره. از جناب حاجی غلام حیدرم واقعا تشکر میکنم و از شما برادران و پدرها و مادرها و خواهرایی که تا الان صبر کردید، گزافگویی های بنده رو توجه فرمودید، بسیار صمیمانه تشکر میکنم.